دوستان برای اینکه بتونیم حروف فارسی رو تو ویندوز 7 تایپ کنیم و یا ویندوز ویستا میتونیم بیایم استارت، کنترل پنل و اینجا حرف آ رو 3 بار که بزنید میاد روی region and language میسه. region language رو میزنیم. اینجا 4 تا تب داریم. تب کیبورد and language این بالا میزنیمش. change keyboard رو میزنیم. همونطور که میبینید من زبون فارسی رو دارم، ولی بخوام اگه اضافه کنم یا نداشته باشم میام حرف اد رو اینجا دکمه‌ش میزنم و اینجا حرف پی رو 2 بار که بزنم روی پرشین میسته. همونطور که میبینید اینجا کیبورد انتخاب میکنم. به این ترتیب هستش که شما پرشین رو میبینید و بعد کیبورد رو باز میکنید و بعد پرشین رو اینجا تیک میذارید و اوکی و اوکی اوکی. حالا شما حروف فارسی رو برای تایپ کردن دارید و میتونید برای تعویض کردن بین زبون ها دکمه الت رو پایین نگه داشته و شیفت رو بزنید یا اینجا پایین دست راست خودتون تیکش رو تغییر بدید که چه زبونی رو میخواهید استفاده کنید. امیدوارم بتونید استفاده کنید.